سلام دوستان و به یک ویدیو دیگه از TBA خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام از ویژگی یک اقتباس خوب صحبت کنم و من یک سری ویدیو بررسی از یک سری عناوین اقتباس شده توی کانال دارم از قبل و در آینده میخوام ویدیوی بیشتری تو این زمینه بسازم. برای همین به نظرم لازم بود توی یک ویدیو جدا بیام در مورد ویژگی‌های یک اقتباس خوب صحبت کنم تا بعداً بتونم بهش رفرنس بدم. خب اول ببینیم اقتباس یعنی چی. توی لغتنامه و معنای تحت-اللفظی اقتباس یعنی اخذ کردن یا گرفتن مطلبی همراه با تلخیص. اما در عمل یعنی چی؟ اقتباس در عمل یعنی تولید یک اثر توی یک رسانه با الهام از یک اثر دیگر در رسانه دیگر که حالات مختلفی داره. مثلا یکی از رایج‌ترین هاش اقتباس فیلم از روی کتاب هست یا مثلا اقتباس فیلم از روی ویدیو گیم که دقیقاً برعکس هر دو حالت هم ممکن هستش. راستی قبل از که بحث رو جلوتر ببریم توی کانال من یک سری ویدیوهای دیگه در مورد مدیوم‌های مختلف مثل سینما، گیم، موسیقی و غیره دارم که این ویدیو هم مثل اونا توی همین موضوعه. پلیلیستش رو میذارم توی دیسکریپشن و اگه دوست داشتین برین سراغشون. اما برگردیم سراغ اقتباس. فکر کنین که یک ویدیو گیم خوب مثل اساسینز کرید 2 داشتیم اما اقتباسی که ازش شد انقدر بد بود که هیچ کس اصلا گردن نمیگرفت این اثر رو. دقیقاً چی باعث میشه که یک اقتباس خوب باشه و یک اقتباس دیگه بد؟ توی این ویدیو میریم سراغ یکی از بهترین اقتباس‌های تاریخ یعنی سگانه فیلم ارباب حلقه که از روی کتاب ارباب حلقه نوشته آقای تالکین اقتباس شده. منم بارها و بارها این فیلم‌ها رو بازبینی کردم و پارسالم برای اولین بار تمام و کمال نشستم کتاب‌ها رو خوندم و دیدم چه اثری رو داشتم تا به امروز از دست میدادم. به شما پیشنهاد میدم اگه هنوز کتابا رو نخوندین حتما سراغشون برین چون واقعا الکی نیستش که آقای تالکین و آثارش رو پدر ژانر فانتزی نام بردن. دقت کنین که خوب بودن یک اقتباس قطعاً هم وابسته به عوامل فنی و اجرایی و صد البته بودجه و هم تیم نویسندگی و نحوه اقتباسش هست و من توی این ویدیو بحث فنی و اجرایی و تخصصی سینما رو فاکتور میگیرم چون کلاً یک دنیای دیگه داره و ویدیو کامل دیگری رو میطلبه و صرفاً میخوام از نظر اقتباسی این اثر رو بررسی بکنم. از نظر اقتباس ارباب حلقه‌های آقای پیتر جکسون به جرأت یک شاهکار هستش. دلیل اولش هم اینه که کارگردان و تیم نویسندگی به یک چیز پایبند بودن و اون وفاداری به اثره. بذارین بیشتر توضیح بدم. ما 3 نوع اقتباس داریم. اقتباس آزاد که میاد و در حد یک ایده یا ستینگ یا اتمسفر از یک اثری اقتباس میکنه. تو مورد بعدی اقتباس وفادارانه که اقتباسگر کل سعیشو میکنه که روح اثر کامل حفظ بشه و محتوا تغییر نکنه و فقط قالب رسانه یا مدیوم عوض بشه. و در مرحله سوم ما اقتباس لفظ به لفظ رو داریم که اقتباسگر به صورت کامل و لفظ به لفظ به منبع اصلی اتکا میکنه که اکثر نمایشنامه‌های ادبی این شکلی هستن. به صورت کلی هیچ کدوم از این اقتباس‌ها بدتر یا بهتر از دیگری نیستش و ما توی هر دسته نمونه موفق و ناموفق زیاد داریم. چیزی که باعث میشه خیلی از اقتباس‌ها بد از آب در بیان اینه که اقتباس کننده یا مثلا بگیم کارگردان نمیدونه که فقط باید از یکی از این روش‌های اقتباس استفاده بکنه و بهش کامل بچسبه، بلکه میاد بخشی رو وفادارانه اقتباس میکنه و بخشی رو آزاد اقتباس میکنه که دقیقاً همین باعث میشه اثر نهایی اصلا شکل منسجمی نداشته باشه و در نهایت محصول نهایی شبیه آش شل قلم کار میشه به اصطلاح. تو فیلم ارباب حلقه‌ها دقیقاً به این موضوع خیلی توجه شده. کارگردان اثر کاملاً با اثر اصلی آشنایی داره، میدونه که کتاب آقای تالکین چه شاهکاری هستش و تصمیم گرفته یک اقتباس وفادارانه ازش بکنه و دقیقاً نکتهش همینه. از همون اول تا آخرین سکانس فیلمش سعی میکنه که روی همین تصمیم اقتباس وفادارانش بمونه و جایی رو اقتباس آزاد نمیکنه. حالا هر چقدر هم که کارش در طول پروسه سخت بشه. حتی آقای پیتر جکسون چون فکر میکرده که شاید خودش به تنهایی و درست متوجه فضاسازی تک تک صفحات کتاب نشده باشه، یک تیم آرتیست رو مسئول میکنه تا یک سری کانسپت آرت از همه وقایع کتاب طراحی کنن تا ایده اصلی طراحی صحنه فیلم برداری بشه و فیلم دقیقاً شبیه به اونها باشه. ببینین مسئله اصلی اینه موقعی که تصمیم به اقتباس گرفته میشه ما داریم از روی یک اثری که امتحان خودش رو پس داده اقتباس میکنیم
پس اصلا چرا باید سعی کنیم اونو عوضش کنیم؟ البته این حرف من رو با این اشتباه نگیرین که لازم نیست هیچ تغییری نسبت به اثر اصلی داده بشه، بلکه تغییر بسیار لازم و مهمه و البته خلاقیت از مهمترین بخشای هر اقتباسه. ولی مسئله اینه بین تمام مواردی که گفتیم یک تعادل خاصی وجود داره که توی فیلم ارباب حلقه‌ها به زیباترین نحو ممکن میتونیم اون رو ببینیم. شاید حرفم الان یکم گنگ باشه، بذارین موارد دیگر رو هم خدمتتون بگم، بعدش براتون مثال میزنم تا بهتر متوجه این تعادل بشیم. مورد دوم برای اقتباس خوب اینه که باید محدودیت‌ها و مزیت‌های هر مدیوم رو بدونیم و به صورت خلاصه ویژگی هر رسانه رو دقیقاً بدونیم تا زمانی که داریم اثری رو از یک رسانه به رسانه دیگه ترجمه می‌کنیم یا به اصطلاح اقتباس می‌کنیم کمترین ریزش بار معنایی رو داشته باشیم. یعنی باید بدونیم هر رسانه‌ای چه ویژگی خاص خودش رو داره و برخی رسانه‌ها نسبت به بقیه یک سری برتری‌ها و نقطه ضعفایی دارن و اینا رو کامل بشناسیم. عوامل ساخت سگانه ارباب حلقه‌ها به صورت کامل روی ویژگی‌ها و تفاوت‌ها آگاهی و تسلط داشتن. شاید هیچ وقت نتونم کامل این مسئله رو از نظر سینمایی و ادبی جدا کنم و کامل خوب توضیحش بدم، ولی صرفاً به عنوان مثال اینو در نظر بگیرید که کتاب مثلا محدودیت حجمی خیلی نداره. یعنی هنگامی که آقای تالکین کتابو می‌نوشته شاید آخرین فکر و درگیریش این بوده که مثلا کتاب من بیشتر از 300 صفحه نشه و تو کتابشون مثلا 10 صفحه فقط راجع به تاریخ منطقه شایر گفته. ولی وقتی وارد سینما میشیم این یک معضل بزرگ میشه. سینما محدودیت داره، یک کارگردان نمیتونه فیلم 10 ساعته بسازه و همچنین نمیتونه یک فیلم نیم ساعته بسازه. بودجه و زمان محدودیت داره. پس خواه ناخواه موقع اقتباس باید یک سری از مطالب حذف بشن، یک سری از مطالب بازبینی بشن و یک سری از مطالب مرج یا به اصطلاح ادغام بشن. اما با توجه به نکته قبلی باید همه این مطالب جوری اقتباس بشن که روح اصلی اثر لطمه نبینه و چیز مهمی از دست نره. مثلا ما تو فیلم ارباب حلقه‌ها شاید حمله گورکای شیطانی در بیابان رو نداشتیم، درگیری‌های هابیتا توی سیاه بیشتر رو نداشتیم، ولی اگه 2 نفر رو بیاریم که یکی فیلم‌ها رو دیده باشه و دیگری کتاب‌ها رو خونده باشه و قرار باشه سفر فرودو رو توی یک صفحه برام خلاصه کنن، حداقل 90% این خلاصه شبیه به هم خواهد بود. یعنی هیچ فرقی نداره توی خلاصه اثر بین کسی که کتاب رو خونده و کسی که سگانه رو دیده. و این یعنی در عین تغییراتی که اقتباس به خاطر رسانه هدفش که همون سینما هست داشته، ولی بازم روح اثر رو تونسته به خوبی حفظ بکنه. مورد سوم که در ادامه مورد دوم میاد برای خوب شدن یک اقتباس هستش، اینه که اقتباس کننده نباید به موردی که گفتیم بسنده کنه و بعد از علم و دانشش و ویژگی‌های رسانه خودش برای بهتر کردن اثر استفاده کنه. مثلا یک محدودیتی که در کتاب ارباب حلقه‌ها هست زمانبندی وقایع هست که هر اتفاق داستانی پیش میره و به نتیجه میرسه و بعد اتفاق داستانی بعدی در نقطه دیگه شروع میشه و از طرف نویسنده بیان میشه. ولی توی سینما لازم نیستش که این اتفاق بیفته و کارگردان میاد خیلی دقیق قشنگ حساب شده بعضی از وقایع رو موازی هم جلو میبره. شاید توی یک دنیا موازی اگه کارگردان کس دیگه‌ای بود مثلا تصمیم میگرفت که کامل شبیه به وقایع کتاب بره جلو و میتونیم تصور کنیم که چقدر اثر میتونه ضعیف‌تر بشه و از روند هیجان و روند داستانی عقب بیفته. این دقیقاً همون خلاقیتی هستش که راجبش حرف میزدیم. کارگردان خیلی جاها تغییراتی میده که وقتی از منظر سینمایی بهش نگاه میکنیم میفهمیم چقدر به اثر کمک کرده، اما میتونه حتی اون واقع داخل کتاب نبوده باشه و صرفاً به خاطر بهتر شدن اثر از نظر سینمایی این کار اتفاق افتاده باشه که این دقیقاً باعث میشه اقتباس خوب بشه. اینجا باز یه نکته‌ای هم که هسته شاید بپرسین که اگه توی کتاب نبوده و کارگردان از خودش اضافه کرده چیزی رو، با مورد اول که اقتباس وفادارانه هست تناقض نداره یا چی؟ جوابش اینه که سینما از نظر نمایش بصری از کتاب قوی تر هستش. توی کتاب خیلی از مسائل مثل جزئیات صحنه به طور کامل و دقیق بیان نمیشه. مثلا توی کتاب نمیاد بگه که مثلا لباس یاران حلقه هنگام ورود به لورین دقیقاً چی بوده و دقیقاً چون نمیگه دست کارگردان باز هستش که لباس‌ها رو طوری انتخاب کنه که با اتمسفر محیط و نحوه فیلمبرداری یک هارمونی ایجاد بشه. درست همونطور که توی کتاب هیچ وقت به طور دقیق کارهای سارومان رو نویسنده کامل نمیگه، ولی به نظر من یکی از نقاط عطف فیلم‌ها سکانس‌هایی بودش که سارومان توش حضور داشت.
اجرای خیلی دقیق و خوب این 3 مورد از نظر اقتباسی باعث شده که سگانه ارباب حلقا یکی از بهترین اقتباس‌های تاریخ بشه. بازم یادآوری میکنم ما اصلا نکات سینمایی رو بررسی نکردیم چون اونا یک دنیای دیگه دارن. برای اینکه نکاتی که گفتم ملموس‌تر بشه بیاین چند تا سکانس رو به عنوان مثال بررسی بکنیم. یکیش این سکانسی هستش که فرودو میخواد گالم رو از مرگ نجات بده و بهش میگه که بیاد سمتش و میبینیم که گالم با حرکت آهسته و با یک ماهی توی دهنش میاد جلو. این دقیقاً همون توصیفی هستش که کتاب از این لحظه داره و میبینیم که چقدر برای سازنده ها همخونی با کتاب مهم بوده. و نکته دیگه این که خیلی از دیالوگ ها و مونولوگ های فیلم دقیقاً همون دیالوگ ها و مونولوگ های داخل کتاب هستن. از طرف دیگه نبرد هلمز دیپ رو داریم که توی کتاب هم بوده و توی فیلم هم بوده و یکی از بهترین نبردهای تاریخ سینما هستش، مخصوصا از نظر فنی و سینمایی، و کلاً میشه ساعت‌ها دربارش صحبت کرد، ولی بذارین صرفاً به عنوان اقتباسی به این نبرد یه نگاه بندازیم. توی کتاب نبرد یک نبرد مهم و بزرگه، اما توی فیلم نبرد رو به راحتی چندین برابر اغراق‌آمیزتر و حساس‌تر نشون دادن و علاوه بر عظمت سپاه‌ها و محل، اومدن و داستان پیپین و مری که توی کتاب دقیقاً موازی نیستش رو موازی کردن. علاوه بر اون به صورت موازی رفتار و هیجان سارامون که توی کتاب بهش پرداخت نمیشه دقیقاً رو بهش حسابی بار معنایی دادن و حمله اورک‌های سواره به مهاجرین روحان هم اضافه کردن و در نهایت مجموع این موارد دقیقاً میاد و یک نبرد بزرگ توی کتاب رو با استفاده از ویژگی‌ها و برتری‌های مدیوم سینما به یک نبرد حماسی تبدیلش میکنه و در عین حال یک اقتباس وفادارانه میمونه. صرفا خواستم توی این ویدیو یک گوشه‌ای از مثال یک اقتباس خوب رو نشونتون بدم تا اگه توی ویدیوهای آینده من چندین اقتباس رو بد دونستم بهتر متوجه منظورم بشین. به زودی قرار بررسی بیشتری از اقتباس‌هایی که مخصوصاً از دنیای ویدیو گیم انجام شده توی این کانال برید. ممنونم که تا اینجا همراه من بودین و ممنون میشم اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین و کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین. خدا نگهدار.